دقیق اطلاعات زیادی ندارم که کی مورد اصابت گلوله جنگی از پشت سر میشن. روبینا ما هیچ سلاحی در دست نداشته، دست خالی و هیچ کاری به غیر از اعتراض مسالمت آمیز نکرده و تهدیدی برای هیچ کس نبوده و از پشت مورد اصابت قرار گرفتنش هم نشون میده که یا در حال فرار بوده و یا هیچ تهدیدی نبوده برای اون کسی که بهش شلیک کرده و این قلب منو خیلی به درد میاره. ویدیوهایی که این چند روزه اومده بیرون قلبمو خیلی به درد آورده. وقتی من با خواهرم صحبت کردم به من گفت عزیزم فقط روبینا نبود، هزاران بچه اونجا بود. من فکر کردم که بهشون میگذره. ما باید این جنایت رو مستند کنیم، نباید ساکت باشیم. با هر دردی که داریم بیایم دردمون رو فریاد بزنیم. این جنایت باید مستند بشه، باید به همه دنیا برسه که این خونخوارا چجوری خون این جوانای عزیز رو دارن کف این خیابونا میریزن. روبینا فقط یه تصویره. من خیلی دوست داشتم اینو به همه اون عزیزانی که عزیزشون از دست دادن بگم